این نتیجه رسیدیم که کل چیز خود ما میفهمیم. وقتی برشان گفته میشه که یک موضوع صحبت میشه، این چیزها را خودم کلش میفهم. در کنج جیبم است. کدام جیبت؟ اون جیبم والا در خانه مانده. خب مثلا اگر بگی تو همین چیزها را میفهمی بگو، اینجا یک گپ است که باید ما سر خود فکر کنیم. بدترین حالت تو است که انسان فکر کنه بی‌نیاز از آموختن شده، کل چیز فهمیده. به هر صورت به خاطر که کمی ما و شما متوجه شیم، ما چند سوال طرح میکنیم. کسی قلم و کاغذ داره یادداشت کنه، کسی نداره در فکر خود بگیره. سوال اول، تعریف اعتماد به نفس چیست؟ پیشتان داشته باشید. دوم، اعتماد به نفس چه وقت شکل میگیره؟ در کدام سن سال؟ اگر بفهمین پیشریش جوابشم که تا نشته کنین. سوم، اعتماد به نفس ما چرا خراب میشه؟ چهارم، اعتماد به نفس با موفقیت ما چی ارتباط داره؟ پنجم، اعتماد به نفس با نگرش ما چی ارتباط داره؟ ششم، راه های جور کردن اعتماد به نفس خراب شده چطور است؟ اگر همی 5-6 سوال دفعتاً کلش جواباش پیشته، سعی آمدن تو بی جای بوده. ولی اگر توی که یک محصل نخبستی هنوز 6 سوال کلش جوابش نمیفهمی، 2-3 تایش میفهمی، اون که ناق یک پیام میده خب معلوم دار است که یک شم نمیفهمه. اولی اگر خواستین در ختم سمینار برین در مسنجر از زمان خیر مثل از اونها رسوایی کامنت نشته نمیکنیم، چیز بد بگویم. من لایکم زدم، از هیچ کدام تان لایک نزدم، کسایی که گفته خیر بین لایک نزدم، همونایی که بعد گفتم رو لایک زدم، گفتم برای خوش باشه. والله وقتی بعد میگن من جگرخون نمیشم برای خود، برای از این جگرخون میشم که هنوز وطن برای کار زیاد نیاز داره. سعی کنین ما ناملایمت ها را که در کشور میبینیم به جای خنده، به جای ریشخندی، یک دفعه گریه کنیم در دل خود. مثلا میمانن که یک کسی از زیر چوکی چرخکی تیر میشه، از دروازه چرخکی بلد نیست، دیگه قط خنده میکنه، ما اوج اشک میایه که این وطن ما را موتو یاد داده نتانستیم. مرا هم تو در یک هتل لوکس ببریم ایران میمونم چی رقم استفاده کنم، چون ندیدیم از چی بفهمم. ما باید دل بسوزانیم که یک هموطن ما در یک دوردست افتیده و موضوع هیچ نوع آموزش برش ندادیم، به جای اینکه سر از روش خندی کنیم. و این سوالی است که ما از خود باید بکنیم. من کسی که در مرکز افغانستان درس میخونیم، در پانتون زمینی درس برای ما فرام شده، ما چقدر برای تربیت او هموطن ما که در دوردست ها افتیده ما برش چقدر کار کردیم. اگر او مشکل داره ما شرم کنیم، اگر اون نمیفهم استفاده از دروازه یا استفاده از تشناب یا استفاده از هتل چطور میشه، ما بشرمیم که نتونستیم یادش بدیم. در کدام کتاب ما نشته کردیم که بیا در دروازه 5 رقم است، اینش خودش واز میشه. ما امروز اول آمده بودم ایران بود، من هنوز در زینه برقی مشکل دارم نمیتونم برم. خب نکردیم، استفاده نکردیم، از چی بفهمم؟ بنابراین این وقتی یک ناملایمت در فیسبوک دیدیم بشخندی نکنین، سوال طرح کنین این چرا تو شده؟ این در یک قریه است، او عمر خود ندیده. ما حتی نتونستیم یک دفعه منیس بچه کاکا دعوتش کنیم که بیا باید کابل، بیا یک جای چپ جای چکر بریم چشمت کمی باز شوه. هر کدامت خارج سفر کردین وقتی پس میگ دیدت به زندگی تغییر میخوره. خو این نگرش هاست، علم است، تجربه است که انسان تغییر میده. سر به خود هیچ کدام ما یاد نداریم. با او خاطر جای بحثای علمی در وطن خالی است. هی کاش هر روز سمینارها جریان داشته باشه، علما صحبت کنن، یاد بتن، یاد بگیریم، صحبت کنیم. این بسیار مهم است. به هر صورت دوستای نازنینم، ما به بحث میرم ولی چون وقت کم می باشه کلش صحبت نمیشه، مختصرا میگذاریم. ولی باز میتونم سلایدها را در اختیارتان قرار بدم که شما بعدا بتونین خودتان یک دفعه مرورش کنین. کوشش کردیم واضح نوشته شود که استفاده شود. میریم سر تعریف اعتماد به نفس. اعتماد به نفس از 2 کلمه گرفته شده. اعتماد یعنی باور کردن، نفس یعنی بالای خود ما. اساس دین همی است که ما از خودشناسی شروع کنیم. مسیرهای خداشناسی یکیش از خودشناسی شروع میشه. وقتی من خود خوب بشناسم، مثلا شما حتما شنیدین بعضی دکترها در وقت تحقیق بالای بدن انسان به خدا پی برده. وقتی شما یک چشم میخوانین که میلیون ها حجره اینجاست که نور شدید ببینه، نور خفیف ببینه، شبکیه چطوری، خب میفهمی اینجا یک عظمتی به کار رفته. وقتی تو این مغز میخوانی خود به خود به یک عظمت پی میبری. بناهن اعتماد به نفس مغایرت با موضوع دینی ما نداره. اعتماد به نفس ما در راستای توکل کردن به خداوند متعال است. ولی خداوند متعال برای ما گفته است شما حرکت از ما برکت.
سر به خود که نمیشم. من که هنوز خود باور نداشته باشم من هیچ کار نمیکنم. من مثلا باور نداشته باشم من دکتر شدم میتونم من درس نمیخونم. بسیار کسایی بود شما آمدین طب خواندین بچه کاکایتان نخوند. چرا؟ او سر خودی باور نداشت، طب خوش داشت ولی سر خودی باور نداشت که میتونه طب بخونه. ولی توی باور سر خود پیدا کردی آمدی امروز بخیر فارغ میشی. بنابراین اگر تا سر توانایی خود، توانایی که خداوند متعال بر ما داده، با او ما باور کرده نتونیم هیچ گامی را پیش برده نمیتونیم. اعتماد به نفس اگر تعریف کنیم تو تعریف میکنیم دانایی، توانایی و مهارت انجام کارها. یعنی کسی که به این باور است که من دانایی یک موضوع را دارم، بعدش توانایی از او را دارم و مهارتش دارم، اعتماد به نفس مثبت داره، پوزیتیو سلف کانفیدنس داره.